خواندن سوره کهف در روز جمعه برای مؤمن نور میبخشد که در دوام هفته آن را روشنایی میکند و این نور در گفتار و رفتار و کردار او نمایان میگردد، یا اینکه دل او در این هفته نورانی میگردد، و یا اینکه عملهای آن هنگامی که به آسمان ها برداشته می شود، ملائکه ها با عملهای این بنده نوری را می بینند که بالا می گردد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید: من قرأ سورة الکهف یوم الجمعه، هر کسی که سوره کهف را در روز جمعه می خواند، اضاء له من النور ما بین الجمعتین، روشنایی می کند برای این بنده در بین دو جمعه. و در دیگر روایت آمده است که هر کسی که 10 آیه سوره کهف را حفظ می کند از فتنه دجال نجات می یابد.